درود به شما همراهان عزیز. در این جلسه قرار هستش که مدل تصویرساز فلاکس 1 رو برای سیستم شخصیمون در داخل کانف یو آی نصب کنیم و ازش خروجی بگیریم. در ابتدا بد نیستش که توضیحات اولیه در مورد فلاکس بهتون بدم. فلاکس توسط یک کمپانی به نام بلک فارست لب ساخته شد که میگن کارمندای همون شرکت استیبیلیتی ای آی هستش که استیبل دیفیوژن ساختن. اما قبل از اینکه استیبل دیفیوژن 3 رو بدن از کمپانی استیبیلیتی ای آی بیرون میان و خودشون یک کمپانی به نام بلک فارست لب میسازن و فلاکس رو میدن بیرون. از ویژگی فلاکس میشه اینا رو گفت که اولا اوپن سورس، به صورت رایگان میتونیم روی سیستممون تا حدی نصبش کنیم و ازش استفاده کنیم. البته ورژن‌های پولی هم داره که به صورت API میشه از همین سایت تهیه کرد که حالا قیمتاش هم اینجا توی پرایسینگ میتونیم ببینیم که همه این ویژگی‌ها در حالت غیر رایگان در اختیار ما قرار میگیره. ما اگه بخوایم از حالت رایگانش استفاده کنیم باید وارد سایت هاگینگ فیس بشیم از طرف بلک فارست لبز و بعد در داخل هاگینگ فیس وارد قسمت فلاکس اشنل بشیم. البته حالت دوش هم میتونیم نصب کنیم که ازمون یه تعهدنامه میگیره که ما باید باش کار تجاری انجام بدیم. این لایسنس اشنل، این مدل اشنل هستش که کاملا رایگان هستش. وارد اشنل میشم، در قسمت فایل ورژن باید دانلود کنیم. من لینک این پیجم توی سایت خودم توی پیج پردازش متن و تصویرسازی و سیشن 12 شما اینجا هاگینگ فیس لینک صفحه اشنل رو میبینید و همونطور که مشخصه ما اول باید بیایم مدل فلاکس اشنل سیف تنسر رو که حجمش حدوداً 24 گیگ هستش رو دانلود کنیم. ما برای اجرای فلاکس حداقل کارت گرافیکی 8 گیگ رو لازم داریم و همچنین 32 گیگ رم هم باید سیستممون داشته باشه. پس مینیمم سیستمی که لازم است برای اجرای مدل فلاکس اشنل 8 گیگ رم گرافیک و 32 گیگ رم سیستم هست. در این صورت تصویرسازی که میکنه بار اول حدوداً 10 تا 20 دقیقه طول میکشه، حالا نسبت به پردازش کودایی که کارت گرافیکیمون داره، و بعد از اون تقریبا هر رندرمون با کیفیت 1024 در 1024 حدوداً زیر 1 دقیقه حاضر میشه. پس این اول از همه دانلود مدل محاسباتیمون هستش که از اینجا میگیریم. بعد از این ما باید مدل VAE خود فلاکس هم دانلود کنیم که اینجا قرار داده برامون حدوداً 170 مگه. اینم جداگانه دانلود میکنیم. بعد نیستش اینو که دانلود کردیم بلافاصله اسمش رو عوض میکنیم و یه فلاکس چیزی داخل اسمش قرار بدیم که این دیفیوژن پایتورچ مدل نباشه، چون بعدا اگه اینو بخوایم داخل فولدر مخصوص VAE مون در کانف یو آی قرار بدیم مشابهش رو احتمال داره تا قبلا داشته باشیم، اوورراید نشه. پس بعد از این که دانلود کردید یه دونه اسم فلاکس هم بنویسید قبل و بعدش رینیم کنید که بعدا مشکل نخورید. بعد از این که مدل اصلی رو دانلود کردید، VAEش هم دانلود کردید، بعد تکست انکودر نصب کنید که اینجا 2 تا فولدر برامون قرار داده. ما از تکست انکودر 2 میتونیم استفاده کنیم ولی خب حجمش خیلی زیاده. همونطور که قبلا گفتم یکی از قابلیت‌های اصلی فلاکس پردازش متن به صورت دقیق و کامل حتی در متن‌های طولانی هستش. میایم از یک مدل جداگانه متنی برای تفسیر متن استفاده میکنیم. کلیپ یا متن کاندیشنینگ پرامپتمون رو جداگانه با استفاده از یک مدل قوی تر میخونه که حالا گفتم ما از این تکست انکودر 2 میتونیم استفاده کنیم اما حجمش یه چیزی نزدیک 10 گیگه. 2 تا 5 گیگ باید جداگانه دانلود کنیم.
به جای این ما از یک تکست انکودر دیگه هم میتونیم استفاده کنیم. میام تو بخش مدلز، اینجا فلاکس تکست انکودر میزنم. همونطور که میبینیم لینک اول کانفی انونیماس آیدی هستش که کانفی UI ساخته و این تکست انکودر رو پیشنهاد میده برای فلاکس. بقیه اینا هم میتونیم ازشون استفاده کنیم. همشون میشه گفت تقریبا یک نوع فایل رو برای ما قرار دادن و اونم تو قسمت فایل اند ورژن اگه بریم میبینیمشون. T5XL FP16 و FP8 رو داریم که برای پردازش متن میتونیم از اینا استفاده کنیم. FP16 همونطور که میبینید 10 گیگه، FP8 حدودا 5 گیگه. برای ما که سیستممون ضعیف‌تره من پیشنهاد میکنم از این FP8 استفاده کنیم. این همین مدل متنی هستش که قبلا اگر از استیبل دیفیوژن XL و حالا مدل‌های دیگه‌ای که پردازش تصویر رو به صورت جداگانه با پردازش متن عمل میکنن شاید دانلود کرده باشید. پس اینم مدل بعدی هستش که باید دانلود کنید که میشه گفت خیلی سریعتر میکنه کارتون رو نسبت به اون تکست انکودر 10 گیگی که خودش داده. من مجددا لینک این پیجم توی صفحه اصلی خودمون توی استیژن 12 هم که گفتم قرار دادم. هاگینگ فیس تکست انکودر بزنید همین پیج میاد و توضیحاتش هم گفتم بهت که بهتره همین فایل T5XXL FP8 E4M3FN Safe Tensor رو دانلود کنید که حدودا 5 گیگه. بعد از اینکه اینا رو دانلود کردید توی فولدرهای درستش توی کانفی UI قرار بدید که شامل کانفی UI، مدلز، داخل یونت مدل فلاکس اشنلمون رو قرار میدیم، داخل VAE مدل فلاکس دیفیوژن پایتورچ مدل رو قرار میدیم که یادتون باشه همون اول گفتم بهتره یه فلاکس اولش بندازید که اینجا قاطی نشه با بقیه. و نهایتا برای کلیپ فایل T5XXL FP8 رو قرار میدید. بعد از اینکه همه اینا رو گذاشتید نوبت اجرای ورک فلوی فلاکس میشه که همونطور که میبینید ورک فلوی خیلی ساده ای داره. من مجددا فایل ورک فلوشم براتون اینجا قرار دادم، دانلود فایل که شامل دو تا ورک فلو، یکی متن به تصویر، یکی تصویر به تصویر فلاکسمون میشه. اینم جداگانه دانلود کنید و بعد ورک فلوی اول رو اجرا بکنید به این ورک فلو میرسید. اگر همه این گزینه ها رو از اول یک بار دیگه چک بکنید دیفیوژن مدل فلاکس اشنل رو میذارید، سیف تنسر، دوال کلیپ لودر، اینجا همون T5 رو لود میکنیم که کار پردازش متن و کلیپمون رو انجام میده و در نهایت VAE مون که همون فلاکس دیفیوژن پایتورچ مدل رو لود میکنیم و اگر همه این مدل ها درست تنظیم شده باشن کافیه که ما اینجا یک پرامپتی رو داشته باشیم. همونطور که میدید من پرامپتی که نوشتم خیلی پروپیمون هستش. توی این پرامپت سعی کردم هم دستا باشه هم یه متنی باشه. این پرامپت رو من برای یه کلیپی که برای خودم توی روز تولدم ساخته بودم نوشتم. همونطور که میدید یه جمله هپی برثدی متن رو داریم که درست نوشته و ریاکشن دستم رو دارید که خیلی واقعی دستا رو قرار داده. همونطور که میبینید همه چی اوکیه و من اگه کیو رو بزنم تصویر ساخته میشه. تقریبا زیر 1 دقیقه رندر رو انجام میده. همونطور که گفتم بار اول شاید خیلی طول بکشه، تقریبا شاید 20 دقیقه طول بکشه، ولی از بار دوم تقریبا میشه گفت زیر 1 دقیقه با کارت گرافیکی من که 3070 هستش کار انجام میده. ابعاد تصویرمون قابل کنترله. کی سمپلرمون باید حتما از نوع اویلر باشه و اسکیجولرمون سیمپل، استپس 4 و دینویزینگمون هم 1 برای
ساخت تصویر از پرامپت. اینکه ما استپس رو تغییر بدیم برای حالت اشنل نیستش. توی مدل‌های دیگهش که دیو یا کانتکست هستش از مدل‌ها و استپس‌های بیشتر میتونیم استفاده کنیم. این شد ورکفلوی متن به تصویر. در ادامه میام سراغ فایل دوم که فایل ایمیج تو ایمیج فلاکس هستش. توی این حالت مجددا مثل ایمیج تو ایمیج قبلی یک پنلی داریم که باهاش میتونیم عکس رو لود بکنیم، ابعاد عکس رو تنظیم بکنیم برای رندرمون به چه ابعادی برسه و نهایتا از همون VAE برای لنتنتمون استفاده میکنیم که لنتنت اولیه از روی عکس ورودی ساخته بشه. فقط در اینجا میتونیم دینویزینگ رو کمتر بکنیم، از مقدار 1 کاهشش بدیم به 75 صدم من میرسونمش. در اینجا یه پرامپتی نوشتم که میخوام یک تصویری از این فضای کوزی یک که شامل یک فرنیچری که با تم گربه طراحی شده که حالا تم گربهش هم گربه سفید هستش برای من بسازه. با دینویزینگ 75 صدم همونطور که میدونیم به تصویر نزدیکتر میشه. هر چقدر این عدد بیشتر بشه از تصویرمون دورتر میشه، تصویر جدید میسازه. من میذارم روی عدد 82 صدم و بعد تصویر رو میدم بسازه. همونطور که میبینیم تقریبا از تصویر اصلی جدا شد و یک فضا رو ساخت، گربه رو جدا گذاشت. حالا اگه مقدار اینو کم کنم به عکس اصلیمون نزدیکتر میشه. ببینید عکس اصلی اینه و با استفاده از ایمیج تو ایمیج من به این تصویر رسیدم. اوکی، این شد پس مقدمات اولیه و استفاده از فلاکس برای تولید تصویر. تا جلسات بعد موفق باشید.